سلام، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. اگرم شب دارین ویدیو رو ببینید، شب خوبی داشته باشید. من چند وقت پیش یه ریلز درست کردم توی اینستاگرامم، پست کردم در رابطه با اینکه چجوری میشه مهماندار شد و یک عالمه محبت کردین، مسیج برام فرستادین و یک عالمه سوال که گفتم بیام اینا رو بشینم با هم دیگه بررسیشون کنیم، بهتون جواب بدم. امیدوارم که سوالاتون برطرف بشه. کمربند ایمنیتون رو ببندین، قرار با هم دیگه بریم و به سوالاتون جواب بدم. بزن بریم. سلام، وقتتون بخیر. راستش من خیلی دوست دارم مهماندار بشم، سالهاست، اما نمیدونم که باید از کجا شروع کنم. ببینید، من توی ریزی که درست کردم دیگه بیسیک ترین مراحلش رو که گفتم. مهمترین چیز اینه که شما ببینید که زبان انگلیسیتون در چه حده، قد و وزنتون چجوریه، از نظر ظاهری همه چیزایی که تو ویدیو گفتم دیگه این چیزای بیسیکشه. اگر اینا رو دارید، علاقه دارید، میبینید که توانایی اینا هم دارید که از پس یه همچین کاری بر بیاین، چون کار آسونی نیستش، میتونید براش اپلای کنین، چرا که نه. حالا چه ایران چه خارج از ایران میتونید شانستون رو امتحان کنید. ولی مهمترین چیز اینه که دیگه حداقل قدتون یه مینیمومی داشته باشه، مثلا تا 163 160، برای ایران 165 گاهن. وزنتون هم میگم بی ام آیتون بعد توی محدوده زیر 25 19 تا 25 باشه. زبان انگلیسی هم دیگه بلد باشین دیگه. مهمانداری شغلیه که زبان انگلیسی بعد تا حدی بلد باشید، تا حد اینترمدییت و ادوانس. سلام، یکی دیگه سوال پرسیده. سلام به روی ماهت. شرایط سنی داره؟ ببینین توی ایران قبلا یادم نیستش که بعد حتما دیپلم داشته باشین، پس میشه 18. فکر کنم توی ایران از 18 بود، ولی برای خارج از ایران میدونم که دیگه مینیمومش 21 سال هستش دیگه، تا 32 گاهن بعضی از ایرلاینا توی حوزه خلیج فارس تا 37 دیگه مکسیموم میدونم گرفتن. اگرم که جای زندگی میکنید مثل اروپا یا قاره های دیگه، اگر آشناییت دارید با قوانینشون توی وبسایتاشون، تا حالا جستجو کردید دیدین سنای بالاتر هم گرفتن، که خب فبحل مراد. ولی تا جایی که من میدونم دیگه 21 بهترین سنه، تا دیگه 35 اینا. بیشتر از اونم راستیتش بدنتون خسته میشه وقتی برید سر کار. حالا اینم بدن توی سوالای دیگه بازش میکنم. دوباره یه عزیز دیگه سوال پرسیده. سلام، وقت بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. بدون گذراندن دوره مهمانداری میشه استخدام شد؟ بله میشه، چرا که نه. اصلا خودشون وقتی استخدام بشین براتون یه دوره حالا 3 ماهه تا 6 ماهه میذارن قبل از اینکه شما شروع به پرواز بکنین، پس حتما لازم نیستش. ولی اگرم دوره‌اشو بگذرونین چیز بدی نیستش، رزومتون رو قوی کردید. برای مهمانداری شرایطی که ذکر شده رو دارم، اما من رشتم روانشناسیه و ترم 4 هستم، رزومه ندارم چون سابقه کار و اینا ندارم، فقط شرایطشو دارم. خب اگر شرایطشو دارین کافیه. رشته روانشناسیتون هم بد نیستش، اگر لیسانس باشین که چه بهتر. ولی شغل مهمانداری لزوما از شما سابقه کار نمیخواد. شما میرید مصاحبه، کسایی که اونجا دارن ازتون مصاحبه میگیرن بررسی میکنن که شما مناسب برای این کار هستید یا نه، و این دیگه توانایی خودتون رو نشون میده. اگرم رشته‌تون هم روانشناسیه که خب مهمانداری هم یه جوری به روانشناسی میشه گفت مربوط میشه دیگه. شما دارین با آدم‌های مختلف سر کله میزنین. اگه شرایطش هم دارید اپلای کنین. هم از ایران میتونید شروع کنین، هم برای خارج از کشور میتونید شانستون امتحان کنید. یکی پرسیده که میتونم بپرسم شما مهماندار کدوم ایرلاین خارجی هستین؟ من دوست دارم برای ایرلاین های حوزه خلیج فارس مثل دبی و قطر اقدام کنم. قدم 160 هستش، انگلیسیم خوبه. آیا بحث قد جدیه؟ چون نوشته بود حداقل قد 160 اوکیه، اگر به 212 برسیم. ببین عزیز دلم، حوزه خلیج فارس برای شما احتمال قبولیتون برای قطر هستش. من خودم هم مهماندار عمانیر هستم. اگر یک روزی قرار باشه دوباره ریکروت کنم مهماندار بگیرم، من حتما استوری میکنم که شما هم در جریان قرار بگیرین. قدتون هم اگر 160 هستش برای حوزه خلیج فارس، همونطوری که خودتون گفتین، اگر رو پنجه پاتون وایسین دستاتون رو بگیرین بالا برسه به 212 اوکیه و میتونین اقدام کنین، چرا که نه. ولی ایرلاینای اصلی امارات مثل اتحاد
و خود هواپیمایی امیریتس ایرانی متاسفانه به خاطر پاسپورتمون نمیگیرن، نمیتونن برامون ویزای کاری در بیارن روی پاسپورتمون، متاسفانه نمیشه. ولی الباقیشو امتحان بکنین و اگر میگین انگلیسیتون خوبه و قدتون از 160 به 212 میرسه، چرا که نه، خیلی هم عالی. گفتن که آیا ایرلاین شما مهماندار برای مهماندار پذیرش دارن؟ دوستان اگر که عمانه بخواد دوباره اوپن دی بذاره، ریکروتی، پذیرشی و اینا، من حتما توی اینستام بهتون خبر میدم، مطلعتون میکنم. از این بابت نگران نباشین، اینستامو داشته باشید که آپدیتتون کنم اونجا. من 30 سالمه. خب 30 سال سن خوبیه، میتونین اقدام کنین. زبان انگلیسی رو کامل مسلط هستم، خیلی عالیه. ترکی استانبولی هم بلدم ارتباط بگیرم، در حال مسلط شدن هستم. اینو یه نکته اینجا بگم، شما هر زبانی رو به غیر از زبان انگلیسی بلد باشین خودش امتیاز حساب میشه. دونستن زبان‌های بیشتر هیچ ضرری نداره، خیلی هم خوبه. با 30 سال میشه مهماندار هواپیما شد؟ بله، متوجه شدم که باید دوره مهمانداری ببینم و همه جا هم نمیشه مدرک گرفت. باید جایی دوره گذرون که مدرکش تایید بشه. شما جایی رو میشناسید که مدرک معتبر بدن و اینکه چند تا زبان بلد باشین پوان مثبت حساب میشه. هر چند تا زبان بلد باشین پوانه، ولی اصلی ترینش زبان انگلیسیه. و از بابت مدرک، من خودم توی پویان، مؤسسه پویان دوره گذروندم قبل از اینکه بخوام مهماندار بشم. ولی آیا دوره گذروندن واقعا الزامه؟ نه، نیسته. شما اگر اون ایرلاین بخواد شما رو بگیره، خودش دوباره از اول براتون دوره رو میذاره. خوشبختانه برای مهماندار شدن سابقه کار اونقدر مهم نیست و همچنین دوره خاصی گذروندن. ولی چیزایی که مهمه، یه چیز دیگه که مهمه اینجا بخوام بهتون بگم، که بعد شما شنا هم بلد باشید و اینکه از نظر معاشرتی و آداب معاشرت هم باید سطح خوبی داشته باشین. آداب معاشرتتون باید خوب باشه، اجتماعی باشین، بتونین با آدم‌ها ارتباط بگیرین، منزوی نباشین، حرف نزنین و اینا. قطعاً اونی که داره مصاحبه میکنه شما رو انتخاب نمیکنه. پس خوبه که برونگرا بود، حرف زد، ارتباط گرفت. صبور باشید، توی این شغل صبوری خیلی مهمه. امیدوارم که جواب سوالاتون رو گرفته باشی عزیزم. گفته عزیزم برای مهمانداری مدرک تحصیلی مهمه؟ به دیپلم به بالا بعد باشید دیگه. ولی یکی بود داشتم باشون صحبت میکردم، مثل اینکه ایران مهمان دارن، گفتن باید لیسانس داشته باشید. ولی تا جایی که من میدونم، مثلا خودم برای حوزه خلیج فارس الزامش اینه که دیپلم به بالا باشید. سلام خانم یگانه، وقتتون بخیر. سلام عزیزم، وقت شما هم بخیر. میخواستم نظرتون رو راجع به رزومه خودم بدونم. 32 ساله، قد 182. خانم شما برو مدل شو. 182 برو مدل شو، کتواک کن. مهمانداری میخواید چیکار؟ وزن 89، تحصیلات کارشناس مدیریت. شما من اگه اوکازیون، من اگه کارخونه داشتم، یه شرکتی چیزی، شما رو استخدام میکردم به عنوان مدل. سطح زبان انگلیسی هم A2. یه ذره سطح زبان انگلیسی تو مثلا بتونید B2 شاید هم بیشتر، ولی لازمش این نیستش که مثلا آیلتس داشته باشید، تافل داشته باشید اینا، نه. بعد حتما ادوانس باشه. بعد حالا گفتن که در حال یادگیری با استاد خصوصی هستم. چقدر شانس جذب شدن به ایرلاین های داخلی رو دارم؟ شما از اونجایی که قدتون بلنده، فکر کنم اگر تتو هم نداشته باشید، تتویی که اینم بگم، تتویی که ویزیبل باشه، یعنی اینجا از این حوزه به پایین، برای پاهاتون هم همینطور نداشته باشین، فکر کنم برای ایران شانستون بالا باشه. حالا سنتون رو میگین 32، ایران یه ذره رو سنم بعضی وقتا بازی در میارن، ولی باز من اعتقادم اینه که اگر هی پرسجو بکنین، تلاش بکنین، فکر کنم شانسشو داشته باشین، چون قدتون خیلی خوبه. سطح زبانتون هم میگید دارید بهتر میکنین، روش کار کنین، چرا که نه، میشه شانس داشت. کامنت های خود ریلزم هی میدیدم زدن پارتی میخواد. من یه چیزی اینجا توضیح بدم. ببینید ایران مثلا اگر بر فرض بگیریم 1 میلیون مهماندار باشه، 2 میلیون مهماندار باشه، یعنی همه این 2 میلیون پارتی داشتن. من با این موافق نیستم. خواستم اینو تو این ویدیو بگم. شما اگر برای یه چیزی واقعا تلاش بکنید، خواسته قلبیتون باشه، صدتو براش بذارین، امکان نداره بهش نرسین. یعنی قطعا اون چیزی که بخواین به واقعیت میپیونده. اگر میدونید توی اون بازدهی که اونا میخوان قرار دارین
المان‌های لازم رو دارید و واقعاً بخواین میشه. یعنی اصلا به نظر من شما یه چیزی رو بخواین توی دنیا براش تلاش بکنیم کار نداره که بگید نه به دستش نمیارم. پس نگید پارتی، واقعاً مطلقاً این نیست. شاید حالا چند نفر آشنا داشتن و اینا، اونا بحثش جداست، ولی من میدونم که اگر بخواین میشه. یعنی صرفاً به خاطر اینکه یکی گفته پارتیه و اینا ناامید نشین، یعنی میشه. اینم در نظر بگیرید. سلام عزیزم، میشه یه سوال بپرسم؟ میتونم بدونم چطور و کجا برای شغل مهمانداری رو اقدام کنم؟ تا به حال هیچ پروژه یا شرکت استخدامی ای ندیدم. قربونت برم عزیزم، مهم نیستش که دیدی یا ندیدی، ولی برای شروع دوباره من نمیخوام هی تکرار کنم، زبان انگلیسی، شنا، قد و وزن، سنتون، اینا رو در نظر بگیرید. اگر میخواین از ایران شروع کنین وبسایتاشون رو باز کنین ببینید که استخدام دارن یا نه. من چند وقت پیش برای ماهانو دیدم که استخدامی گذاشته بود، ولی نوشته بود مثلا قد بر 165 باشه، بین 21 تا 25 بود، ولی بازم برید اقدام کنین، وبسایتاشون رو بعد چک کنین. هی بعد برین توی سایت استخدام رزومتون رو اونجا بنویسین، ایرلاین‌های مختلف، چه میدونم قشم، آتا، وارش، چه میدونم ماهانه، ایران ایر، اینا رو همه رو براشون بفرستین. شده حتی برید اونجا رزومتون رو شخصی هم ببرین. این کارو بکنین. یه ذره این سختی‌ها رو داره مهماندار شدن، ولی میشه. برای ایرلاین‌های خارجی هم که شما وارد وبسایتشون میشین، معمولا قسمت جابز یا کریر، توی اون قسمت میتونین رزومتون اپلای کنین. برای رزومتون هم من توی ریلز گفتم، اینجا هم بهتون میگم، یه عکس قدی میخواین، معمولا یا با کت و شلوار یا کت و دامن سفید مشکی، یعنی شومیز زیرتون باید سفید باشه، کت و دامنتون باید مشکی باشه، موهاتون باید جمع باشه، یه میکاپ خیلی ساده نه زیاد. یه عکس میگیرین با بک‌گراند سفید، اینو میزنین رزومتون میکنین. رزومتون هم سعی کن تا جایی که میشه خلاصه باشه. 3 صفحه رزومه من این کارو کردم، اینجا رفتم، دیروز ناهار خوردم، شب شام خوردم، اینا دیگه نباشه. چیز مختصر اینو داشته باشید توی پرونده توی رزومتون و اینو اپلای کنین برای شرکت ها. ایمیلتون رو بذارید که اگر اوپن دی بود یا چیزی برای ایمیلتون بفرستن. و توی دبی هم اینم من شنیدم که ایر عربیا ایرانی میگیره تک و توک. برای ایر عربیا هم میتونین اقدام کنین اگر خیلی دبی رو دوست دارین. قطر ایرویز ایرانی میگیره. اومان ایر هم ان شاءالله اگر اوپن دی بذاره که خودم مطلعتون میکنم با استوریام. چند تا نکته هم دوباره اینجا بگم. ببینیم مهمانداری شغلیه که از بیرون خیلی قشنگه، ولی وقتی وارد کار میشین یه سری سختی‌ها داره. شما زندگیتون دیگه برنامه‌ریزیش از دست خودتون خارجه. اگر آدمی هستین که میتونین خودتون رو تطبیق بدین، یعنی انعطاف دارین تو برنامه هاتون، براتون مهم نیست شب برید سر کار، صبح برید سر کار، 4 صبح برین، 5 صبح برین، چه می‌دونم یا 7 عصر برین، میتونه براتون شغل خیلی مناسبی باشه. اگر آدمی هستین که خیلی اجتماعی هستین، برونگرا هستین، دوست دارین با آدم‌ها ارتباط برقرار کنین، لبخند زدن رو دوست دارید، میتونه براتون شغل خوبی باشه. شنا باید بلد باشید دوستان، چون مهماندارا عموما یه دوره شنا براشون میذارن توی همون دوره‌هاشون قبل از اینکه بخوام مهماندار بشن و ازتون تست شنا میگیرن. شما یه مقداری رو باید شنا کنین و بتونین یکی از همکاراتون رو با خودتون بکشید تو آب که ببینن اگر مسافری مثلا تو شرایط اضطراری تو آب افتاده شما بتونین کمکشون کنین. برای تتو یه سری از ایرلاین‌ها ازتون میپرسن، ازتون تعهد میگیرن که آیا تتو دارید؟ اصلا نباید تتو داشته باشید. یه سری ایرلاین‌ها هم میگن که شما نباید تتوهای واضح داشته باشید. دوباره سوختگی، اسکارهای پوستی، اینا نباید روی صورتتون و دستتون به صورت نمایان باشه، دوباره ویزیبل باشه که همه بتونن ببینن. اینم یه مورد دیگه از پوستتون تا حد امکان باید صاف باشه. و اینکه آرایش باید بکنین. اگر ایرلاین خارجی میرین، اگه با روزانه آرایش کردن مشکلی ندارین، باز میتونه براتون شغل خوبی باشه. اینا رو همه رو باید در نظر بگیرید. و اینکه شما هر روز دارین با آدمای جدید میرین سر کار. مثلا من خودم بعضی از همکارامو سالی یه بار شاید باشون برم پرواز، دوباره فردا آدمای جدیده. پس وقت خودتون رو با این محیط بتونین وقت بدین. همین دیگه. امیدوارم که نکات امروز براتون کافی باشه. من توی پیج دوستم نازنینم یه سری ویدیو با هم دیگه گرفتیم در رابطه با تجربیات پروازمون. اونم باز یه سری سوالا رو در رابطه با هم مهماندار شدن جواب داده. میتونین کانال یوتیوبش رو چک کنید. دیگه من خودم هم چون این ریلز رو درست کردم و خیلی سوال پرسیدین، گفتم بیام اینو جواب بدم. سعی می‌کنم حالا باز اگر سوالات بیشتری بود براتون اونم بگم. یه چیز دیگه، یه سوال دیگه قبل از اینکه برم یادم اومد.
اونم اینه که گفته بودین عینک میتونین بزنین. بچه اگر شماره چشمتون تا یه حدی باشه که حالا خیلی دیگه عینک‌های ذره‌بینی قطور نخواین بزنین، شما میتونین از عینک یا لنز تپی استفاده کنین، ولی لنزای رنگی نمیشه، پس میتونین با عینکم برید سر کار، هیچ مشکلی نداره. این دیگه جواب کامل بود که دیگه نکاتو بهتون گفتم، شرایط کامل رو بهتون گفتم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه، کمک کرده باشه، جواباتون رو گرفته باشین. کمربند ایمیلیتون رو میتونید باز کنید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.